همه بزرگواران و عزیزان چنل یوتیوبی فست پروفیت. با $100,000 شدن بیت کوین خیلی روی آوردن به بازار ارزهای دیجیتال و دوست دارن که از این بازار سودهای زیادی رو بتونن ببرن، ولی خب همینطور در جریانی این بازار همینطور که سودهای بزرگ و زیاد و شیرینی میده میتونه شما رو متحمل ضررهای زیادی بکنه و ریسک زیاد داره. برای اینکه بتونید ریسک معقول‌تری بکنید و یک مقدار از سرمایه‌تون هم حفظ بشه متناسب با ریسکی که می‌خواید انجام بدید، بنده واسهتون یک پیشنهاد دارم که در ادامه حتما بهتون معرفی میکنم. پس آخر این ویدیو همراه من باشید. یکی از سایت هایی که میتونه بهتون در زمینه بازار ارز دیجیتال در سرمایه‌گذاریتون کمک کنه سایت الگوراک هست که این سایت میاد و به شما دو روش مستقیم و غیر مستقیم میتونه در سرمایه‌گذاریتون کمک کنه. روش اول که به صورت مستقیم میتونه بهتون صندوق هولد بنابر ریسکتون و میزان ریسکتون و میزان سرمایه‌تون بهتون یک سبد هولد معرفی کنه و هر یک ماه این سبد رو آپدیت کنه. و روش دومی هم که میتونه بهتون کمک کنه روش غیر مستقیمه که با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های این سایت میتونید شما به صورت خیلی راحت‌تر و آسوده‌تر و بدون کمترین دغدغه‌ای در این بازار حالا متناسب با ریسک خودتون سرمایه‌گذاری کنید. خب بریم برای معرفی این سایت و ببینیم که چه امکاناتی رو میتونه به ما بده. صفحه اول سایت رو می‌بینید. اینجا در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاریش، سبدهای هولدش که با هوش مصنوعی ترکیب شده و آکادمیش که میخواد به زودی راه اندازی کنه شما رو یک معرفی اجمالی بهتون انجام میده و میتونید اونجا توضیحات رو بخونید. صندوق‌های سرمایه‌گذاریش همینطور که می‌بینید یک سری مزایایی داره. مثلا بعضی از یکی از صندوق‌هاش سود بدون ریسک که میتونه بهتون سود بدون ریسک دلاری بده، مثل یک سازوکاری مثل سازوکار صندوق‌های درآمد ثابت در بورس، ریسک ملایم با درآمد مناسب و صندوق‌های جسورانش هست که حالا در ادامه این صندوق‌ها رو بهتون حتما معرفی می‌کنم و خدمتتون توضیحاتشو میدم. در ادامه سایت در مورد سبد هولد این مجموعه سرمایه‌گذاری صحبت شده و توضیحاتی داده شده و در ادامه در مورد پشتیبانیشون گفتم که میتونید 24 ساعته با تلفنی که داخل سایت گذاشتن تماس بگیرید و یا با شماره‌ای که در واتساپ دارن ارتباط خودتون رو بگیرید. اگر بخواید وارد بقیه بخش‌های سایت بشید، بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاریش همونطور که قبل‌تر هم گفتم اینجا می‌بینید که یک سری مزایاش رو گفتند و در این قسمت هم انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاریش هست. صندوق فرازه که یکی از صندوق‌های پر ریسکه، ولی خب فکر می‌کنم که تا 40% از سرمایه‌تون رو تضمین می‌کنن که ضرر نخوره. یعنی اگر بخواد ضرر به هم بشه این بازار سه تا ابد هم بخواد ریزشی باشه 40% از سرمایه شما در امانه و موجب نابودی کامل سرمایه‌تون نمیشه و می‌بینید که داخل این صندوق چقدر پول گذاشته شده و بازدهی این صندوق در طول یک سال گذشته چقدر بوده. صندوق سرآمده که یک دارایی با میزان ریسک متعادل که خب این صندوق هم حدود فکر می‌کنم 60% سرمایه‌تون رو تضمین می‌کنه که متحمل ضرر نشه و خب هم بازدهی سالانش رو می‌بینید و اینکه هم دارایی تحت مدیریتش رو داخل سایت بهتون نشون داده. و بعدی صندوق آسایشه که صندوق کم ریسکشه که می‌بینید که با یک شیب متعادلی بالا رفته و یا میزان دارایی در دسترس این صندوق رو هم می‌بینید که چقدر دارایی هست. صندوق آخر و فکر می‌کنم که پر ریسک ترین صندوقشون که هیچ میزان از سرمایه‌تون رو تضمین نمی‌کنن، اما خب باز از این طرف سود بالایی داره، صندوق جم هست که نمودارش رو هم می‌بینید، هم ریسک بالایی داره و هم اینکه نوساناتش زیاد هست. در ادامه سایت هم خب عملکرد صندوق‌ها رو میتونید اینجا چه صندوق فراز، چه سرآمد، آسایش یا جم یا حتی صندوق استیکینگی که گفتم که مثل صندوق‌های درآمد ثابت در بورس هست رو یا اگر بخوام واسه افرادی که نمیدونن صندوق درآمد ثابت در بورس چیه بخوام بیشتر توضیح بدم، مثل بانک داخل بانک این مقدار پول رو سپرده‌گذاری می‌کنید و این پول از قبال این پول بانک به شما 1% سود میده. اینجا هم این سایت سرمایه‌گذاری به شما در مقابل دلاری که اینجا استیک کنید یا سرمایه‌گذاری کنید یا سپرده‌گذاری کنید یک مقدار مشخصی دلار میده و فعلا فقط صندوق استیکینگ تتریش رونمایی شده و در ادامه قصد داره که بقیه ارزها رو هم استیکینگش رو بندازه. مثلا اینجا شما میتونید صندوق استیکینگ رو تخمین بزنید ببینید که چقدر از در طول اون مدت سرمایه‌گذاریتون چقدر به سود میده. میتونید اینجا مبلغ سرمایه‌تون رو بزنید، مثلا 100 تتر رو اینجا اگر وارد بکنید و قصد داشته باشین که سرمایه‌گذاری کنید در مدت حدوداً یک سال، اینجا می‌نویسه که حدوداً $112 یعنی ماهانه $1 و در آخر سال با پولی که به شما میدن
$112 بهتون سود میده و اینجا نوشته که بازدهی سالانه حدوداً 12% یعنی ماهی 1%. خب اینجا هم فرآیند خرید صندوق‌ها رو به صورت کامل بهتون توضیح داده که باید صندوق مورد نظرتون رو اول انتخاب بکنید و بعدش مقداری که می‌خواید از این صندوق رو خرید کنید معین کنید و بعد پرداخت انجام بدید، هم پرداخت دلاری دارند و هم پرداخت ریالی و بعد سرمایه‌تون رو داخل پورتفولیوتون مشاهده کنید. اگر بخوایم قسمت بعدی رو هم که صندوق‌های هولد هست رو سبدهای هولد هست رو مطرح می‌خوام معرفی کنیم، وارد بخش سبدهای هوشمند هولد میشیم. اینجا می‌بینید که یه سری مزیت‌ها برای این صندوق بیان شده و می‌تونید اینها رو مورد مطالعه قرار بدید و ببینید که آیا سرمایه‌گذاری غیر مستقیم واسهتون معقول‌تره یا سرمایه‌گذاری مستقیم. اینجا می‌تونید عملکرد صندوق پیشنهادیش رو با دلار و مسکن و طلا و سکه بسنجید که این مدیراش رو هر کدوم به تفریق آورده و در این پایین در یک ویدیو مدیر عامل اگرولاک اومده و توضیحاتی در مورد صندوق همین سبد هولد هوشمندشون دادن. اینجا هم که طرح‌های سبد رو می‌بینید که خب به میزان اینکه چند ماه شما بخواید این سبد رو دستتون باشه و بخواید که هر ماه بازبینی بشه و یک سری خدماتی که اینجا نوشته رو بهتون بدن، یک مقدار مبلغی رو ازتون میگیرن که هر کدومش رو البته تناسب بشه، ولی آخرش جهت اینکه فقط آشنا بشید با عملکرد این سبد دمو دارن که رایگانه و میتونید یه سبد آزمایشی بسازید و فرآیند رو مورد بررسی قرار بدید. اگر وارد بخش داشبورد این سایت بشید، خب این وارد پورتفولیوتون شدید. مثلا من خب یک مقداری از صندوق جمعشون رو خریدم و مثلا در مدت 20 روز 12% روی این صندوق سود کردم. بقیه بخش‌هاش رو هم میتونید ببینید. حالا خب بخش دوم بخش از پایین بخش صندوق هاست که اینجا باز به صورت تفصیلی‌تر هر صندوق رو توضیح داده. میتونید اینجا ببینید و حتی اگر روش کلیک بکنید واردش میشه و میتونید اینجا خرید واحداتی رو انجام بدید، تفاوت‌هایی که در مورد این صندوق انجام دادید، خریدید یا فروختید، روی چه قیمتی رو مشاهده بکنید و اینکه ببینید چه اعلان‌هایی برای این صندوق اومده. اینجا اطلاعات دقیق‌تر رو می‌بینید، نمودار صندوق رو میتونید مورد بررسی قرار بدید. خب و اینجا هم که توضیحات بیشتر رو داخل این صفحه نوشتن واسهتون و وایت پیپر یا سفیدنامه این صندوق هم اینو که دانلود کنید و ببینید که روی چه ارزهایی این صندوق سرمایه‌گذاری کرده و میکنه و چشم انداز این صندوق چیه. گرافت سبد هولد هوشمندش هم که گفتم جهت دمو حداقل میتونید بسازید. اینجا خب یه سری سوالاتی ازتون میپرسه و صرافی‌های ایرانی و خارجیتون رو مشخص میکنید و حالا طبق اون مقدار ریسکتون و میزان سرمایه‌تون میتونید سبد هولدتون رو که پیشنهاد داده بهتون ببینید با همراه با درصدهاش. خب این همینطور که توضیح دادم چون سبد دمو هست قیمت‌های خرید رو نگفته، ولی خب توی بقیه قسمت‌هاش یعنی بقیه آپشن‌هاش رو اگر از سبد هولد خریداری کنید میتونید این سبد رو داشته باشید، قیمت‌های هر کدوم از این ارزها رو داشته باشید و هر ماه هم در این قسمت خودش این ارزها رو آپدیت کنه. حالا هم میزان داراییتون رو که چقدر باشه، چند درصد از سرمایه‌تون مثلا اختصاص داده باشه به بیت کوین، چند درصد اتریوم و بقیه موارد و اینکه و اگر ارزی هم بخواد جابجا بشه و فروخته بشه و اگر ارز دیگه بیاد اون رو هم بیان می‌کنه. خب داخل قسمت آکادمیش هم همینطور که می‌بینید اخطار میده، اون رو به زودی قابل رونمایی هست، میخوان رونمایی کنن و در بخش آخر هم میتونید خب تست ریسکتون رو ببینید. اگر تست ریسک ندارید میتونید تست ریسک بدید. خب بحث کیف پولتون هست که کیف پول ریالی و دلاریتون ببینید چقدر داره و چه تراکنش‌هایی براش انجام دادید و میتونید اول داخل کیف پولتون شارژ بکنید و بعد در قیمت مناسب یا هر زمان که پیش داشتید این صندوق‌ها رو که مد نظرتون بود خریداری کنید. اگر سوالی هم داشتید میتونید داخل کامنت ها از بنده بپرسید و لینک هم که بنده میذارم میتونید از این طریق در این سایت ثبت نام بکنید و از یک جلسه مشاوره رایگان این صندوق البراک، صندوق سرمایه‌گذاری البراک بهره‌مند بشید که در مورد سازوکار صندوق و هر سوالی شما در مورد این صندوق داشته باشید میتونن بهتون جواب بدن و سوالات سرمایه‌گذاریتون رو به صورت کامل پاسخ میدن. امیدوارم موفق و پیروز باشید. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.